تحقیق پرونده خورشید فوزلوف روزنامه‌نگار توجیک به انجام رسیده، روزهای نزدیک به دادگاه ارسال کرده می شود. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند و انتظار بررسی عادلانه پرونده می باشند. دلفروز صمدوف وکیل دفاع خورشید فوزلوف از انجام تحقیق پرونده این روزنامه‌نگار خبر داد، ولی روز دقیق ارسال پرونده را به دادگاه نگفت. او افزود با خورشید فوزلوف با موادهای پرونده شنو شدند و پرونده با ماده 307 علاوه 3 قسم 2 کودکس جنایتی همکاری با حزب و حرکت‌های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع به دادگاه ارسال می شود. خود خورشید فوزلوف عضویت در همه سازمان‌های ممنوع را رد کرده گفته است که او را مجبور کردند ضد خود گواهی دهد و خود را گناهکار حسابد. نزدیکان خورشید فوزلوف هم باور دارند که او بیگناه است و انتظار بررسی عادلانه پروندهش از سوی دادگاهند. یکی از نزدیکان او در صحبت با آزیا پلوس گفت آنها به عنوان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز نامه نوشته خواستار بررسی عادلانه پرونده شدند. روز 5 می از دستگاه اجرایی پرزیدنت پاسخ آمد. در پاسخ که نسخه‌اش همچنین به عنوان رهبریت کمیته امنیت ملی و رئیس ولایت سوق رجبای احمدزاده ارسال شده است، دستور داده می شود که مراجعت ما را بررسی کرده از نتیجهش خطی پاسخ دهند. حالا ما انتظار پاسخ رهبریت امنیت ملی و رئیس ولایت هستیم، گفت یکی از نزدیکان روزنامه‌نگار بازداشت شده. خورشید فوزلوف روزنامه‌نگار 37 ساله توجیک از منطقه زرافشان برای رسانه‌ها خبر و گزارش می‌نوشت و پس از نصف روزی 6 مارس در داخل اداره مهنت، مهاجرت و شغل اهالی شهر پنجکین از سوی افراد ناشناس که در تن لباس ملکی داشتند دستگیر و به سوی نامعلوم برده شد. بعداً معلوم گردید که او را کارمندان شعبه امنیت شهر پنجکین اول برای اطاعت نکردن به امر کارمندان مقامات قدرتی بازداشت و دیرتر برای همکاری با حزب و حرکت‌های در تاجیکستان ممنوع عیبدار کردند. این بند کودکس جنایتی از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. در پی این چند سازمان دفاع از روزنامه‌نگاران از جمله 2 مرتبه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران با پخش اظهارات از مقامات تاجیکستان خواستند که این روزنامه‌نگار را رها کرده به تعقیب خبرنگاران خاتمه دهند.